این همون اکبر جوجه اصل کلبادیه که همه مهمونا بعد خوردنش میپرسن کی درستش کرده. نرمه، توی دهن آب میشه و درست کردنش خیلی راحت تر از چیزیه که فکرشو میکنی. مهمترین نکتهش اینه که حتما از جوجه 700 تا نهایتا 900 گرمی استفاده کنیم. ترجیحاً جوجه تازه باشه و یخ زده نباشه. حتما هم باید پوست داشته باشه. حالا جوجه رو از وسط برش میزنیم. برای طعمدار کردن و گرفتن بوی ذوق جوجه باید اون رو اول بشوریم. برای یه دونه جوجه تقریبا 1 لیتر آب نیاز داریم و 4 قاشق غذاخوری نمک. میتونیم 2 قاشق سرکه سفید هم اضافه کنیم. جوجه ها باید کامل داخل آب و نمک باشن و نمک هم قشنگ تو آب حلش کنیم. بعد یه سلفون میکشیم و داخل یخچال میذاریم تا 1 شب استراحت کنه. ببینید چقدر منسجم شدن و همه خونابش خارج شده. حالا جوجه ها رو کامل میشوریم و خشکشون میکنیم. اگر قابلمه خیلی بزرگ باشه میزان روغنی هم که استفاده میشه خیلی بیشتره، چون جوجه ها باید کاملا قوطه‌ور در روغن باشن. اول کار باید حرارت خیلی بالا باشه و در حد 2 دقیقه هر طرف مرغ رو یه سرخی میکنیم. اصلا نیاز نیستش که طلایی بشه، فقط میخوایم یه کوچولو روزنه ها بسته بشه و منسجم بشه. حالا حرارت رو کم کم میکنیم که جوشای خیلی ریز بزنه و کره رو اضافه میکنیم. من یکم کره محلی هم زدم که خب خوش طعم‌تر و خوش عطرترش میکنه. بعدم دم کنی رو میذاریم و اجازه میدیم 2 تا 3 ساعت با حرارت خیلی کم با کره و روغن این کاملا پخته بشه مرغ‌ها و نرم بشن. پیاز رو داخل روغن مقدار سرخ میکنیم، بعدم زردچوبه بهش میزنیم و گردوی خرد شده. حالا رب انار، یکم آب میریزیم، اجازه میدیم که با در بسته پیازها کاملا پخته بشن و سسمون دوباره به لاب بیفته. نمک هم یادتون نره. خب دیگه اکبر هم کاملا سرخ شدن و پختن، یعنی یه عطر کره اینجا پیچیده که نمیتونم براتون وصفش کنم. نیاز به هیچی نداره، نه پیاز نه زعفرون. واقعا این خودش به تنهایی همینقدر ساده بسیار خوشمزه است. امیدوارم که دوستش داشته باشین و درستش کنین و لذت ببرین.